به نام خدا با تقدیم سلام خدمت همه شما شاگردای عزیز. خدا کنه همه‌تان خوب و صحتمند باشید. امروز بخیر به صنف آمده باشین و آماده درس جدید ما باشید. درس ما امروز از کتاب ریاضی صنف نهم هست. عنوان درس ما درباره تقسیم افاده های الجبری هست که صفحه 139 و 140 کتاب ریاضی صنف نهم را تشکیل میده. درس ما درس 8 می باشه امروز. آیا درس گذشته را یاد گرفتین؟ بله. کسی مشکل نداره در درس گذشته؟ بسیار خوب. شاگردای عزیز، در درس گذشته درباره دریافت کوچکترین مضرب مشترک بحث کردیم. با هم دیگه مثال کار کردیم و در ختم صنف کارخانگی همتان را همچنان میبینم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. امروز درباره تقسیم افاده های الجبری بحث میکنیم. درس امروز ما دارای دو هدف بسیار مهم می باشه. اولی که ما بفهمیم ترتیب نزولی یک پولینوم چه قسم صورت میگیره و دوم ای که ما چطور میتونیم یک سوال را از تقسیم افاده های الجبری حل کنیم. خب میایم روی اهداف ما بحث میکنیم. قسمی که اول بر شما گفتم، موضوع اول و مهمی هست که ما بتانیم یک پولینوم را به صورت نزولی ترتیب کنیم. اول بر ما اینجا سوال هست که نزولی چی معنا میده و ترتیب چی معنا میده. من میام بر شما یک مثال نوشته میکنم، یک افاده الجبری نوشته میکنم، بعدم براتون میگم که هدف از همین دو کلمه‌ای که ما میگیم چی هست. شما ببینید شاگردای عزیز، اگر ما داشته باشیم x به توان 4 منفی 2x مربع مثبت 3x منفی 5x به توان 3 مثبت 2، شما میبینین که ما یک افاده الجبری داریم، یک پولینوم داریم و این پولینوم ما دارای متحول x می باشه. تنها یک متحول داره و متحول ما x هست. شاگردای عزیز، زمانی که این افاده الجبری برای ما داده شده، ما باید به چند موضوع دقت کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر ترتیب کردن. یعنی به هدف ترتیب ما باید چند موضوع را در نظر بگیریم. این موضوعات کدام هست؟ اولی که ما میبینیم آیا در سوال ما یک متحول هست و یا چندین متحول هست. شما میبینید اینجا که ما فقط یک متحول داریم و متحول ما x هست. شما باید بعد از او بیاین دقت کنید که توانهای متحولتان چند است. اینجا توان x 4 هست، اینجا توان x 2 هست، اینجا توان x 1 هست، اینجا توان x 3 هست و اینجا هم عدد ثابت ما می باشه. شاگردای عزیز، اگر من امی افاده الجبری را هر حد را دوباره نوشته کنم، علامش را در کنارش بگذارم و از بزرگترین توان متحول شروع کنم و کوچکترین توان متحول نوشته کنم، این را میگن ترتیب کردن و این را میگن ترتیب به صورت نزولی. یعنی من میایم هر حد را دوباره نوشته میکنم، اما یک موضوع را خوب به ذهنم میگیرم که حدودی را که نوشته میکنم باید علامش را در نظر بگیرم و باید در وقت نوشتن از بزرگترین توان متحول شروع کنم و کوچکترین توان متحول ختم بسازم و آخرین حد ما حدی هست که متحول نداره یا عدد ثابت ما می باشه. شاگردای عزیز، اینجا داریم x به توان 4، اینجا داریم x به توان 2، اینجا x ما به توان 1 هست، اینجا x ما به توان 3 هست. بزرگترین توان x در اینجا توان 4 هست. یعنی اولین حد را من دوباره تکرار میکنم. خوب دقت میکنم. علامه اولین حد ما مثبت هست. هر عددی که علامه نداشت علامش مثبت هست. پس من نوشته میکنم x به توان 4. حد دومی را که کنار x به توان 4 نوشته میکنم باید توان متحول ما 3 باشه. اینجا توان متحول ما 2 هست، اینجا 1 هست، اینجا 3 هست. علامش چی هست؟ منفی 5x به توان 3. من نوشته میکنم منفی 5x به توان 3. بعد از این به خاطر ترتیب کردن و صورت نزولی ما باید حدی را انتخاب کنم که توانش 2 باشه. اینجا بود 5x به توان 3، بعدا x به توان 2، این قسمت ما داریم x به توان 2، 2x به توان 2 اگر بگیرم اشتباه هست، باید منفی 2x به توان 2 بگیرم، یعنی علامه منفی را فراموش نمی کنیم. منفی 2x به توان 2 و اینجا داریم مثبت 3x
که توان x ما اینجا 1 هست. بعد از این توان 1 را انتخاب میکنم، نشون میکنم مثبت 3x و آخر هم مثبت 2 که عبارت از حد ثابت ما میباشه نشون میکنم. اینا میگیم ترتیب یک افاده الجبری یا ترتیب یک پولینوم و میگیم این ترتیب ما عبارت از ترتیب نزولی میباشه. اگر ترتیب نزولی را براتون تعریف کنم، نوشتن یک افاده الجبری یا نوشتن یک پولینوم که دارای یک متحول می باشه، از بزرگترین توان متحول و طرف کوچکترین توان متحول به نام ترتیب نزولی یاد میشه. بزرگترین توان متحول 4، بعدن 3، بعدن 2، 1 الی عدد ثابت. این بود ترتیب ما. چرا ما این موضوع رو در درس تقسیم افاده های الجبری میخوانیم؟ چون اگر هر سوالی بر شما در تقسیم افاده های الجبری داده شده، اول باید ترتیب کنید. اول باید ترتیب را بفهمین که هر افاده باید اول ترتیب شود، به صورت نزولی نوشته شود، هم مقسوم علیه، بعدا ما اونا رو با هم دیگه تقسیم کنیم. و موضوع مهم دیگه، اگر ما یک سوال داریم که باید اونا رو با هم دیگه تقسیم کنیم، یعنی تقسیم افاده های الجبری داریم به صورت A بر B، A ما یک افاده الجبری، B ما یک افاده الجبری، A و B را با هم دیگه، A را جداگانه و B را جداگانه ترتیب هم کردیم و حالا میخوایم تقسیم کنیم. ما باید یک موضوع در نظر بگیریم که مهمترین بخشی هست که B باید خلاف 0 باشه. یعنی اگر سوالی باشه که مخرج 0 باشه، او حل نداره و ما نمیتونیم که او را در تقسیم افاده های الجبری حل کنیم. پس من میایم یک مثال از تقسیم افاده های الجبری حل میکنم تا این موضوع براتون واضح شود. خب شاگردان عزیز، یک سوال از تقسیم افاده های الجبری هست. شما میبینید که یک افاده الجبری اینجا داریم، یک افاده الجبری اینجا داریم و البته اینا قبلا ترتیب شدن. میبینید که توان x 3 هست، توان اینجا 2 هست، اینجا توانش 1 هست و اینجا هم توان x 1 هست و بعدا هم عدد ثابت هست. ما میبینیم که عددی که در این قسمت نوشته هست، افاده الجبری که این قسمت نوشته هست، دارای چند حد می باشه. شما میبینید که این دارای 2 حد می باشه. من همچنان اینجا 2 حد را انتخاب میکنم یعنی 2 حد را اینجا انتخاب میکنم. حالا باید یک متحول یا یک عدد با علامش یک جا نوشته کنم که ضرب x مثبت 2 شود و برای من اینمی 2 حد اول را بده. به خاطر از اینکه این ساده بفهمین، شما فقط امی بخش اول یا حد اول را در نظر بگیرین. اینجا ما حد اول ما چند است؟ x هست. اینجا چند است؟ x به توان 3 هست. علامه x به توان 3 چند است؟ مثبت هست. اینجا مثبت x به توان 3 داریم، من اینجا مثبت میگذارم. x به توان 3، اینجا x به توان 1. من نوشته میکنم x به توان 2. چرا؟ چون وقتی x به توان 2 ضرب او x میشه، برای ما x به توان 3 را میته. مثبت علامه اینجا مثبت بود، من هم اینجا مثبت گذاشتم. مثبت ضرب مثبت x مربع ضرب x به توان 3. باز هم اینجا علامه مثبت هست، مثبت ضرب مثبت x مربع ضرب 2 میشه 2x مربع. خط بر میکشم. شاگرد عزیز، کاملا مشابه تقسیم اعداد ساده. اینجا باید با هم دیگه منفی کنم، یعنی علامه ها تغییر میکنن. اینجا علامه مثبت است از x به توان 3، علامش منفی میشه. اینجا همچنان علامه مثبت هست، علامش منفی میشه. یعنی یک تفاوت وجود داره که علامه هر حد به صورت جداگانه در نظر گرفته میشه و خلاف او نوشته میشه. اینجا علامه گفتیم منفی، مثبت بود منفی، اینجا مثبت بود منفی. حالا میایم اینا رو با هم دیگه ساده میسازیم. اینجا داریم x به توان 3 به علامه مثبت، اینجا داریم x به توان 3 به علامه منفی. اینا با هم دیگه 0 میشه. یا واضح‌تر بگویم از x به توان 3 که x به توان 3 بره 0 باقی، من این حد را با این حد میتونم خلاص کنم. حالا میایم حد دوم ما را حل میکنم. حد دوم ما گفته منفی 2x مربع منفی 2x مربع. اینا رو وقتی که علامه ها رو در نظر بگیرم، علامه هایشان هر دوش منفی هست. من از علامه های منفی یکیش را میگیرم و همچنان 2x مربع و 2x مربع را باید با هم دیگه چی کنیم؟ جمع کنیم. چرا؟ چون علامه های یکسان هست. از علامه های وقتی علامه های یکسان باشه، اون افاده های ما با هم دیگه چی میشه؟ جمع میشه. منفی 2x مربع با منفی 2x مربع میشه منفی 4x مربع. حالا میایم منفی 11x را پایین میکنم. منفی 11x. شما میبینید شاگردای عزیز، اینجا داریم منفی 4x مربع، اینجا داریم x. خب علامش منفی هست، من این قسمت منفی میمانم. اینجا 4 داریم، من هم 4 نوشته میکنم.
اینجا x به توان 2 داریم، 1 تا x اینجا دارم، من 1 x دیگه نوشته میکنم که این ضرب از او شوه بر ما x مربع را بته، یعنی منفی 4x ضرب x منفی 4x مربع میشه. من منفی را از اینجا گرفتم، 4 را همچنان از اینجا گرفتم، x ما یکش در اینجا موجود بود، به خاطر که اینجا توان x 2 هست من 1 x دیگه همچنان اینجا نوشته کردم، منفی 4x. حالا منفی ضرب مثبت منفی 4 ضرب x 4x، ای x هست، ای هم x هست، وقتی با هم دیگه ضرب میشه تواناش جمع میشه، میشه 2. منفی ضرب مثبت منفی 4 ضرب 2 8، x هم خودش. باز هم میاییم علامه ها تبدیل میشه، علامه های مثبت منفی میشه، منفی مثبت میشه. اینجا چون هر دوش منفی بود علامه ها مثبت شد. منفی 4x مربع با مثبت 4x مربع با هم دیگه صفر میشه، یعنی شما فکر کنین از 4x مربع بره چیزی باقی نمیمونه، باز هم این دوتا با هم دیگه صفر شد. اینجا منفی 11x داریم، مثبت 8x داریم. علامه ها مختلف هست. من علامه را از عدد بزرگ که منفی هست میگیرم، 11 بزرگ هست، علامه را از 11 میگیرم نوشته میکنم منفی، اینا رو با هم دیگه تفریق میکنم. از 11x که 8x بره چند باقی میمونه؟ 3 باقی میمونه. 8 جمع 3 11، 3x. شاگردای عزیز، من در مرحله اول 2 حد را انتخاب کرده بودم، بعد از اون وقتی که اینا رو از هم دیگه تفریق و جمع تفریق کردم، حد سوم را پایین کردم، منفی 11x در اینجا پایین شد. حالا ببینین که در این مرحله نوبت عدد ثابت ما هست که چند هست؟ منفی 6 هست. من منفی 3x و منفی 6 را در کنارش نوشته میکنم. باز هم 2 حد داریم، اینجا علامش منفی هست، 3x هست. xش را خود تیار داریم. من منفی را از اینجا علامه انتخاب میکنم منفی، عدد 3 را هم نوشته میکنم منفی 3، x را نوشته نمیکنم. چرا نوشته نمیکنم؟ به خاطر از اینکه وقتی اینجا x داشته باشیم دیگه توان x هم اینجا هم 1 هست، پس فرقی نمیکنه. امور ما چون x داریم دوباره نوشتهش نمیکنم. منفی ضرب مثبت منفی 3 ضرب x 3x، منفی ضرب مثبت منفی 3 ضرب 2 3 2 6. خب شاگردای عزیز، این حال شما دقت کنین که علامه های هر حد دوباره تغییر میکنه، یعنی علامه های مثبت باید منفی شه و علامه های منفی باید مثبت شه. و اینجا علامه ما منفی هست مثبت میشه، اینجا علامه منفی ما هست مثبت میشه. منفی 6 با مثبت 6 اختصار میشه یا صفر میشه. باز هم براتون میگم از 6 که 6 بره صفر میشه. میتونم اینجا صفر هم نوشته کنم چون صفر در این طرف بی معنا هست، از او خاطر هیچ مفهومی نداره نوشتنش. من از او خاطر از نوشتنش صرف نظر میکنم. و اینجا داریم منفی 6 و مثبت 6. شاگردای عزیز، اگر از 6 بره چند میمونه؟ صفر میمونه. اینجا همچنان صفر میشه، پس نتیجه ما میشه صفر. من اینجا این تقسیم افاده های الجبری را حل کردم. یک افاده الجبری را تقسیم افاده الجبری دیگه کردم، باقی مانده ما صفر شد و جوابی که به دست آوردیم در خارج قسمت هست. خارج قسمت کدام هست؟ x مربع منفی 4x منفی 3. این بود جواب امی افاده الجبری ما که در حالت تقسیم با هم دیگه بود. شاگردای عزیز، ما اینجا چند موضوع رو باید خوب بفهمیم. اولی که وقتی یک تقسیم افاده الجبری داده میشه ما باید او رو ترتیب کنیم و ترتیب به صورت نزولی صورت میگیره، از بزرگترین توان به طرف کوچکترین توان. بعد زمانی که ترتیب کردیم من میایم امو اندازه‌ای که در این قسمت برای ما هر حدی که بود، اگر اینجا 2 حد بود من اینجا 2 حد را میگیرم، اگر اونجا 3 تا بود اینجا 3 تا را میگیرم، اگر 4 تا بود 4 تا را انتخاب میکنم. چون اینجا فقط 2 تا بود من 2 تا را انتخاب کردم. بعدن عدد یا متحولی را که انتخاب میکنیم که ضرب او شود باید مشابه چی باشه؟ مشابه همون قسمت اول باشه. یعنی من حد اول را در نظر میگیرم و چیزی که اینجا نوشته میکنم در خارج قسمت باید بر من حد اول را بده، باقیش رو همچنان جمع و تفریق میکنم. فراموش نمیکنیم که در هر مرحله زمانی که ما یک افاده را تحت افاده اولی نوشته کردیم علامه ها تغییر میکنه، علامه های مثبت منفی میشه و علامه های منفی مثبت میشه. ما سوال را پیش میبریم تا اینکه باقی مانده ما صفر شود. بعضی از افاده های الجبری هست که باقی مانده صفر نمیشه که درباره از روز بعدی بحث میکنیم. امروز شما هم یاد بگیرین که اگر ما تقسیم افاده های الجبری 2 افاده را تقسیم به هم کنیم جواب کامل به دست میاریم و باقی مانده ما هم صفر میشه. این بود موضوع تقسیم افاده های الجبری. آیا درس امروز را یاد گرفتین؟ بله. کسی سوالی داره؟ خب
خب شاگردای عزیز، کارخانه شمایی هست که درس در خانه تکرار میکنین. امی سوال را همچنان خودتان یک بار دیگه در کتابچه هایتان حل میکنین. و یک کارخانه دیگه که بر شما میتونم حل مثال صفحه 140 کتابتان میباشه. مثال را بدون از اینکه از کتاب نقل کنین، سوال را یادداشت کنین، اول ترتیب کنین به صورت نزولی و بعدا تقسیم افاده های الجبری را انجام بدین. روز بعدی این سوال را در کتابچه های همگیتان میبینم. البته بسیار خوبش حل کنین و کوشش کنین که بسیار منظم و پاک و مقبول باشه. تا درس بعدی و موضوع جدید همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتان. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.